سلام دوستان، من فریانم. منم بابای فریانم. امروز میخوایم مقایسه کنیم دبی شکلات ایرانی و خارجی کدوم خوشمزه تره؟ خوشمزه تره. خب ما اینو امروز هر دوتاشو امروز خریدیم. قیمتاش هم بگیم که بچه‌ها بدونن دیگه. دبی شکلات خارجی رو حالا روش زده مدین ترکیه، یعنی توی ترکیه درست شده. 800 و خورده خریدیم. بعد دبی شکلات ایرانی هم که شرکتش این اصل میزنه تقریبا حدود 300 تومن خریدیم. امروز هم بهمن، یعنی تو ماه بهمن 1404. خب یکم نزدیکتر بگید بچه‌ها ببینن. فریان اون یکی رو بیار، شما این یکی بگید. اینم دبی شکلات خارجی و این هم ایرانی. خب بریم بازش کنیم ببینیم چطوره. کدوم باز کنیم؟ خودت به نظرت کدوم اولش باز کنیم؟ اول ایرانی رو بریم که با هم باز کنیم. خب این دبی شکلات ایرانی، اینم خارجی. آره خارجی. یکیشو شما، اینو شما باز کن، اینم من باز کنم. ببینیم چه شکلیه. خب این از ایرانی. آه این بسته‌بندی خارجی قشنگ‌تره. خب اینم داخلش، اینم فلز داخلش شبیه شمش طلاست بابا. شمش نقره البته. آره. خب بریم بازش کنیم ببینیم چه شکلیه. واو. خب یکم جلوتر بگید که تو دوربینم بیفته. دوستان این لاکچری تره. کدوم لاکچری تره؟ این. خب نگاه رنگ داره روش. بله. رنگ خوراکیه. خب اینم دبی شکلات ایرانی. هر دوتا رو بذاریم رو این. اینم بذاریم اینجا. خب اول از ایرانی شروع کنیم. ایرانی شروع کنیم. خب اشکالیش ببینیم داخلش چه شکلیه. مثل اینکه پسته داره داخلش. آره پسته. چند بگیریم بچه‌ها ببینن. این بیشتر داره فکر کنم. چون این کنارش رو بگید بزرگتره. این دبی شکلات ایرانیه. بذار داخلش هم نشونتون بدم. خب بریم دبی شکلات. خب اوه داخلش رو ببینید چه خبره. چجوری شکوندی؟ چجوری شکوندم؟ از وقتش شکوندی؟ آره اینم داخلی. خب حالا بریم تستشون کنیم ببینیم کدومش خوشمزه تره. خب اول از ایرانیه شروع بکنیم. یکی شما بخور یا نه من اینکه نصفه رو بخورم. آره. خوشمزه است. خب بریم حالا خارجیه رو بخوریم. این برای شما، تو کوچولو بخور. اینم برای من. تو کوچولو بخور. برای من. این هم خوشمزه است. این ایرانی بیشتر مزه کاکائو میده. آره. ولی این بیشتر از این بیسکویت میده. آره. این ولی خوشمزه تره. نگاه این. ولی من ایرانی رو بیشتر دوست داشتم. شما کدوم بیشتر دوست داشتی؟ خارجی رو؟ هر دو. ولی من ایرانی رو بیشتر دوست داشتم چون کاکائو بیشتر دوست دارم. آره. خب عزیزان اینم از تست دبی شکلات خارجی ایرانی. بعدی چی باشه؟ از بچه‌ها بپرسیم. دوستان من میگم نه دیگه بگو بچه‌ها تو کامنت چی بذارن. آره. شما میگین منم میگم یاش پاستا با یه کیک. یاش پاستا. ببینیم بچه‌ها تو کامنت چی میگن. آره. تا برنامه بعدی. خداحافظ. خداحافظ.